یونسکو یا اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگوید 11 میلیون افغان هنوز هم از کمسوادی در افغانستان رنج میبرند. پاتریشیا مکفلیپس نماینده این اداره در افغانستان روز یکشنبه در کابل گفت بیسوادی در افغانستان با فقر و محرومیت مترادف باقی مانده. افغانستان در سال 2016 میلادی در بخش سوادآموزی دستاوردهای داشته است، اما کارهای بیشتری است که باید انجام شود. یونسکو به همکاری‌هایش با حکومت افغانستان در امر دسترسی به تعلیم به هر زن و مرد و ایجاد زمینه به آنان در آوردن صلح و ثبات در کشور متحد میماند. مکفلیپس این مطلب را در مراسم اهدای مدال به برخی از مؤسساتی که در بخش سوادآموزی کار کردند مطرح کرد و مؤسسه صنایع توانست مدال را که به نام بیبی گلغنی مسامار شده به دست آورد. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان که از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت نیز شده است در این نشست گفت ما اکنون در سراسر افغانستان در حدود 15,000 مرکز یا کورس سوادآموزی داریم و در همه از این کورس ها در حدود 500,000 شاگرد شامل درس و شامل آموختن سواد هستند. ولی وقتی شرایط افغانستان، شرایط ناامنی یا شرایط اجتماعی وطن ما، شرایط اقتصادی وطن ما قسم است که همه این 500,000 نفری که شامل کورس ها و برنامه های سواد آموزی هستند فارغ نمیشن. در این حال وزارت معارف افغانستان میگوید طرح بسیج ملی برای سوادآموزی آماده شده و به زودی برای تصویب به کابینه فرستاده خواهد شد.